رفقا، امیدوارم که حالتون خوب باشه. این اولین ویدیوی فیس تو فیس من با شما هستش. ساناز هستم. اول خودم رو معرفی کنم. سانازم 32 ساله، در حال حاضر تو چین هستم. دکترای مهندسی صنایع و تو دانشگاه شاندو مشغول به کار هستم به عنوان پست‌دار. ببینیم بچه ها، اینجا من میخوام داستان زندگی و نحوه آشناییمون رو با علی پارت به پارت بهتون تعریف کنم، یعنی از زبون خودم بشنوید همه چی رو بدون اغراق، بدون هیچی دیگه. فقط میخوام تعریف کنم و امروز تصمیم گرفتم اولین ویدیومو بگیرم چون این روزا تعطیل هستش و تو خونه هستم و تصمیم گرفتم که اولین ویدیومو براتون بگیرم. دوشمو گرفتم، حالا بیایم با هم بریم کم کم آرایش کنیم و میخوام برم بیرون بعد تعریف کنیم که جریان چی بود و چی شد. زشت شدم؟ نه، خوشگلم. خب اول اینو بزنم. این اسفری کلاژن ساز هستش. ببینید بچه ها، داستان ما از اونجای شروع شد که من عضو گروه تلگرام شدم. ولی چجوری عضو گروه تلگرام شدم؟ اول اینو بهتون بگم. سال 2020 بود. بعد من خیلی تلاش میکردم که برای دکترا مهاجرت کنم، یعنی برم یه کشور دیگه، چون اصلا دوست نداشتم ایران بمونم. خب اصلا دوست نداشتم ایران بمونم چون نشد. دختری بودم که دوست نداشتم. ترکیه هم خیلی دوست داشتم، میخواستم مهاجرت کنم، یعنی هدف اصلیم ترکیه بود. ولی و همه کشورها با کشورها شرکت های مهاجرتی صحبت میکردم. بعد میخواستم تصمیم بگیرم ببینم کدوم کشور خوبه برای رشته من اینا. بعد دیگه نهایت از سرتون درد نیارم، ترکیه رو انتخاب کردم و بعد با یکی از استادا هماهنگ شدم و مصاحبه اینا انجام شد و دیگه من تصمیم به رفتن گرفتم. ولی این هم بگم ما قبلش هیچ کس یعنی از فامیلا اینا نمیدونستن که من میخوام مهاجرت کنم، تا اینکه رفتم و ثبت نام کردم و بعد به همه گفتیم. من رفتم ثبت نام کردم و دانشگاه من به زبان انگلیسی بود و من انگلیسیم خیلی ضعیف بود و اینو اینجا بهتون بگم که من ورودی انگلیسی دانشگاه با یکی از استادام پاس کردم و من خیلی اون موقع ها استرس داشتم که خدای چجوری میخوام مثلا بخونم و اینا. ولی دیگه تصمیم بود که گرفته بودم دیگه، باید میرفتم اینا. بعدش جونم بهتون بگه من رفتم، ولی از شانس خوب من سوپروایزرم ایرانی بود، مال مال شهر چیز بود. اینم بگم ما بهتون سرمه هستش ما استفاده میکنیم چون من آذری هستم. بعد اینم اینجوری من مداد نمیزنم به ابروهام. حالا از کجا مونده بودیم؟ آره، استادم آذری زبان بود و بعد این کارم راحت کرده بود، ولی دیگه باید درسا رو پاس میکردم به انگلیسی دیگه. اینجاش خیلی سخت بود. بعد زمان گذشت و من ثبت نام کردم. بعد اینکه ثبت نام کردم دیگه کلاسا شروع شد. من یه سال ایران نتونستم برگردم، یعنی بیام خونمون، چون دوران کرونا بود. کرونا شروع شد اون موقع. بعد یه سال موندم آنکارا، تو آنکارا میخوندم. بعد یه سال موندم که اونجا دیگه نتونستم ایران بیام. بعد یه سال پروازها باز شد. که باز شد دیگه من از استادم اجازه گرفتم و تصمیم گرفتم که برگردم خونمون و استادم هم گفت که اشکال نداره میتونی برگردی خونه و از خونه یعنی از ایران با هم در ارتباط باشیم، مشکلی پیش نمیاد. چون دیگه ایرانی هم بود زیاد اذیتم نمیکرد. اونجا هم بگم ترکیه ها مثلا آدمای خوبی هستن، زیاد اذیت نمیکنن. بعد هیچی دیگه من برگشتم ایران که از ایران بخونم. بعد یه روز که هوا خیلی سرد بود، یادمه هوا سرد بود یعنی زمستون بود و مامانم برای من یه اتاق کوچولو درست کرده بود که بخاری اینو گذاشته بود که اونجا درس بخونم. بعد چون اتاقمون با فرناز یکی بود.
بعد درست کرده بود که اونجا درس بخونم، یعنی کسی مزاحم نشه، چون شبا بیدار میموندم و تا سعی کنم خودم رو به اون سطح برسونم سخت بود برام. بعد یه روزی استادم به هم پیام داد، گفت که ساناز تو باید تو این کنفرانس شرکت کنی. کنفرانس هم اینجا یه جوشتر اومده اینجا بزن. کنفرانس هم ما تو خانم یه چیز میگیریم برای همه جا استفاده میگیریم برای زیر چشم، حالا اینجا میزنم خوبه نتیجه میده. کنفرانس هم به زبان انگلیسی بود. بعد من هیچی دیگه نتونستم بگم نه استاد نمیتونم اصلا اینجوری دیگه، نخواستم خودم رو چی میگن یعنی چیز کنم دیگه، چجوری میگن تو فارسی من آخه ضعیفه، هیچی دیگه نخواستم مثلا استاد بگه ببین الان دانشجو اینجوریه فلانه مثلا. گفتم آره. اونا هم نمیدونستن که من این ورود دانشگاه با کمک یکی دیگه اینو پاس کردم. گفتم استاد اشکال نداره، من چیز میکنم، چی میگم بهش، پاورپوینت همو درست میکنم و دیگه چیز میکنم، این چی میگن تو این کنفرانس شرکت میکنم. جونم بهتون بگه من دیگه شبا نمیخوابیدم و سعی میکردم که خودم رو برسونم، یعنی اون پاورپوینت رو که درست کرده بودم خدایا چیکار کنم چیکار نکنم، همش میگفتم بابا حالا خوشحالی که منو توی این حوزه انداختی فلان، این میخوابه ها رو صورتم. بعد دیگه گفتم بابام گفت از چیز نمیشه، یعنی خجالت نداره به استادت بگو کمکت کنه. از استادم خواستم، گفتم استاد اینجوری زبانم فلان. استاد گفت میتونی توی گروه تلگرام عضو بشی، اونجا خارجیای زیادی هستش میتونن چیز کنن، زبان تقویتش رو کمکت کنن، حتی تو پروژه هم میتونن کمک حالت بشن. گفتم باشه. این شد که من توی این گروه تلگرام عضو شدم کاش که نمی شدم. این شد که زندگی من تغییر کرد. هیچی دیگه، عضو شدم توی این گروه تلگرام. بعد یه چند روزی با هم صحبت میکردیم. حالا من چجوری صحبت میکردم با این اعضای گروه، یه کاغذ داشتم، یه خودکار یه کاغذ داشتم، یه خودکار، مثلا اونا می نوشتن، من کپی پیست می کردم تو گوگل ترنسلیت، فارسیشو چیز می کردم برای خودم، بعد اونا جوابشو اینجا مثلا می نوشتم، ترنسلیت می کردم دوباره. یعنی فرنازم که خواهرم باشه کلا مسخره‌ام می کردم، می گفتن ساناز کارش شده یه خودکار و یه کاغذ، خیلی سفید شدن. اشکال نداره اینجا چینه، سفیدی خوبه، ملاک خوشگلی اینجا. هیچی دیگه، سعی میکردم باهاشون در ارتباط باشم و فلان. بعد یه روزی یه پسری اومد به هم پیام داد، یعنی پرایوت اومد به هم پیام داد که اگه نیازی به کمک داشتین میتونم من کمکتون کنم. گفتم خدایا فرشته نجاتتو رسوندی بهم. هیچی دیگه، منم که از خدا خواسته گفتم اشکال نداره، اگه بتونیم بهم کمک کنین خیلی خوشحال میشم. بعد گفتم من زیاد تلگرام نمیام، اگه امکان داشته باشه از واتساپ با هم در ارتباط باشیم. هنوزم که هنوز علی میگه پیشنهاد اول تو دادی بهم. گفتم ما هم تو واتساپ در ارتباط باشیم. بعد ایشون هم گفتن که ایشون هم نگو از خدا خواسته، گفت آره اشکال نداره از واتساپ با هم در ارتباط باشیم. اینجوری میکنم که این به خواب رو صورتم زیاد اینجوری مثل گچ شدم. بعد هیچی دیگه، همون روز همون زمستون که خونمون مهمون بود، این آقا از واتساپ به هم پیام داد که سلام خوب هستیم. اول شماره رو من دادم و پیام اون داد دیگه، بابا مساوی میشیم دیگه، شماره از من پیام هست ولی نه دیگه میگه تو شماره دادی. هیچ دیگه، پیامو داد دیگه. بعد نگو اون روزم چی بود، تولد عدیل خان بود، 12 بهمن. بعد اولین چیزی که بهم گفت سلام و فلان بهمان، گفتم ممنون مرسی احوال پرسه اینا. بعد گفت امروزم تولد منه. گفتم بعد هپی برثدی، تولدتونم که هست، تولدتون مبارک دیگه. اینو نزدم ما به ترنسلیت، اینو خودم گفتم هپی برثدی.
تولدتون مبارک آقا، از آشناییتون خوشحال شدیم فلان. هیچی دیگه. مامان همیشه میگه اینم بگم بهتون، وقتی کرم میزنی به صورتت اینجوری ماساژ بده، بیاد اینجوری پایین گردنت هم اینجوری کرم بزن، بذار سنت رفت بالا اینجاها چروک نشه، یاد بگیریم. هیچی دیگه. ما شروع کردیم هر روز به صحبت کردن. آقا چیکار میکنی؟ ولی صحبت‌های ابتدایی دیگه، چیکار میکنی چیکار نمیکنی فلان. دیگه گفتم آقا دیگه از این چیکار میکنی چیکار نکنی دیگه یه ذره پیشرفته کنیم و به من کمک کن و اینا. دیگه این کمک کرد دیگه. من کم کم این کاغذ رو میذاشتم کنار، دیگه داشتم راه میافتادم دیگه. هیچی. خیلی ما رفته رابطمون به هم نزدیک شد و دیگه با هم یه کوچولو صمیمی دیگه. من گفتم یه روز که داشتیم با هم صحبت میکردیم، ویدیو کال نبوده، اینجوری مثلا زنگ زده بود معبولی، در مورد یه چیزی نمیدونم چی سوال میخواستم بپرسم ازش، فکر کنم در مورد همون اون پاورپوینت هم میخواستم سوال بپرسم. بعد مامانم صدا کرد، گفت کی صدات میکنه؟ گفتم مامانم. گفت من ایران رو خیلی دوست دارم، سال 2015 اینا هم اومده بودم ایران، امکانش هستم با مامانتونم در ارتباط باشم؟ گفتم باشه چه اشکالی داره، بیا با مامانم هم ارتباط باش. بعد دادم به مامانم اون موقع عادی فقط اینو میتونست بگه که سلام خوبی و گفت. بعد مامانم شروع کرد فلان و خوبی پسرم فلان بهمان. بعد اینم نمیدونه که همش خوبی هی میخنده. بعد قطع کرد و فلان. مامانم گفت به نظر پسر خوبیه. منم گفتم آره پسر خوبیه، کمکم هم میکنه، ما سایمون رو با دستمون میزنیم. گفتم آره پسر خوبیه، کمکم میکنه مامان. مامان گفت حالا که کمکت میکنه میتونی باهاش در ارتباط باشی، مشکلی نیست. بعد همینجوری که داشتیم ناهار میخوردیم، فرناز به بابام گفت ساناز داره با یه پسری صحبت کنه اینجوری فلان توضیح بده. بابام گفت اشکال نداره صحبت کنی، خوبه، میتونی از تجربیاتش استفاده کنی فلان بهمان دیگه. اینا میدونین دیگه، هندونت در زیر بغل من دیگه. من رابطه رو خیلی پیشرفته ترش کردم. گفت دیگه پسر خوبیه. اینجوری شد که واتساپ مامانم هم دادم دیگه. اینا با مامانم در ارتباط شدن، با فرناز و بابام و دیگه فکر کنی رابطه تا اونجایی پیشرفت که شماره بابام هم دادن، صحبت کردن و یواش رفت برای ویدیو کال. بله دیگه ما کم ویدیو کال. ولی ویدیو کال که میکردیم و قبلش مثلا میگفت مساعدی زنگ بزنم، دستای من اینجوری سر خدایا الان میخواد زنگ بزنه، الان این چیزی بگه من متوجه نشدم چی کار کنم. تو این چیزم اون پاورپوینت رو درست کردیم، کنفرانسم حل شد، سبب کار خیر شد. چی دیگه. حالا ماجرا از این به بعد شروع شد که اونو تو پارت بعدی بهتون میگم.